اگر این پرچه شعری را قرائت کنیم تمام تاجیک و تاجیکستانی میدانند. میگن زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. همه میدانند و دست به سینه میزنند این و اون، هر بار که سخن اطراف زبان میرود دیگر. شما را که دعوت کردیم از این معلوم بشود که شما برای ما قدر دارید و میخوایم از شما چیزی را بگیریم و به تماشابینان بدیم. به شما سلامتی خواهان هستیم. السلام علیکم و خوش آمدید. آدینه محمد، همچون یک مولوی شناس میگوییم، دوستی عزیزی ما، نو ایجاد و بلاگر، استادی دانشگاه عبدالمنان آدینه‌یف، شما نیز خوش آمدید و بختیار دولتوف. همه اینها استادان دانشگاه هستند. سبب جمع آوردن شما را در این کلبه خردکه که ما و برای تماشابینانی که کمک هم داریم مخفی نیست. کوچه های شهر میبرویم، خصوصا شهرهای کلان تاجیکستان. روسی بسیار میشنویم. پدرش تاجیک است، مادرش تاجیک است، اما روسی حرف میزنند. در همسایگی ها داریم، در بسیار مهمانی میروم، خانه های دوستم، بجز سلام علیک دیگر چیزی رو نمیدونن، روسی گپ میزنند. یا بعداً حالت ها میشود که باغ میپرویم، سیر و گشت، خیلی فرزندا را میگیریم، بعد میبینی همین حالت هم هست، گویا که یک مقاله شان مانده، نمیدونم تا کدام اندازه به اینها درست میوید، نوی تاجیکیشو میگفتن، تاجیکانی نو، که کلا بسیار چیزاشون فرق میکنن. حتی یک زبان بود که هر یک ملت اگر که بجز لباس و دیگرش اگر معین کنن، اما سخن هست. بگن که وقتی از روی سخن درویش بگن که این کجایی است، معرفگری هر یک ملت این زبان است، خطا نکنیم. اما روسی پایمال میکنن. حاضر زمانی هست که بسیاری ها خفه میشوند. این رو انیق میدونیم. چی یک کس را خطاگیش را گویی، چی یک شپاتیش زنی. از این سبب بیایید برگردیم به همون پس، چون که هیچ چیز بی سبب نمی شود. سببش در چی بود؟ برای چی ما این طرف شدیم؟ چرا ما زبان را خوار کردیم؟ برای همه تماشابینانی که ما احترامشون میکنیم، قریب زیاده است چند فایزی تماشابینان ما روسی حرف میزنند و در همین سری برنامه به آنها بگوییم که این پس زدن شما نیست. یعنی که ما هیچ وقت فقط میخوایم که همین زبانی که مانده است حفظش کنیم و سببش رو فهمیم که چرا این گونه شد. استاد از شما شروع میکنیم. خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر زیاد. واقعا ما امروز در جامعه زندگی میکنیم که هر لحظه شاهد این حقیقت تلخ هستیم که مردم به خاطر بیان فکرشان از زبانهای دیگر استفاده میکنند. حتما در یک جملهشان چند کلمه روسی و ترکی و دیگر زبانها را استفاده میکنند که این پیامد خوبی برای زبان تاجیکی ندارد. وقتی که ما به این مسئله مراجعت میکنیم باید دانیم که این پدیده نامطلوب از کجا سرچشمه میگیرد. چرا اون تاجیک زبانانی که 1000 سال زبانشان اصالت خودش را نگه داشت، در آن یگان دگرگونی به وجود نامد، امروز فرزندان این ملت زبانشان آمیخته شده ایستاده است. وقتی ما به تاریخ این نظر میافکنیم، این بازم ربط میگیرد به آمدن روس‌ها و برقرار نمودن حاکمیت شوروی در این منطقه می باشد. چون که آنها بعد از آن که آمدند خط ما را دگر کردند، خواستند مردم را از گذشته فرهنگی خودش دور کنند و در برابر ضربه ها به ارزش های دیگر از جمله به زبان ما ضربه زدن خواستند و واقعا هم به این مقصدشان موفق شدند. چون که
آنها به بهانه ساده کردن زبان لطافت و تراوت و زیبایی این زبان را خیلی از بین بردند. و چگونه بردن؟ یکی باز ما بسیار میخوایم که چگونه. مثلا در گذشته اهل سواد، اهل معرفت، آنها با یک زبان خیلی زیبا صحبت میکردند، چون که اهل کتاب بودند، همیشه با کتاب سر و کار داشتند. در زمان شوروی یک اندیشه نادرست به وجود آمد که آنها میگفتند باید ما با یک زبان ایجاد کنیم، با یک زبان نویسیم، مطلب انتشار کنیم که برای یک نفری که چوپان است، شوبان است، مکتب نخوانده است، بیسواد است، برای او هم فهما باشد. حالا که این اندیشه کاملا نادرست است، به خاطر آن که ما در پی آن نشدیم که تفکر مردم را بالا برداریم، مردم را باسواد کنیم که سطح زباندانی آنها بالا شود. برعکس ما زبان را خواستند آنها به سطح تفکر مردم کتاب ناخوانده، مردم بیسواد برابر کنند. استاد نگاه کنید، در بعضن چیزها ما کوشش میکنیم در حقیقت حاضر گیریم، اکثر مردم کتاب خواند نمیفهمند یا ترجمه فیلم های تاجیکی هست نمیفهمند. ما کوشش میکنیم که آنها را ساده کنیم به مردم دین تا فهمند. از این معلوم میشود که از یک جهت خطا هم هست، تا که ساده کرده به مردم دین ساده به جای آنی که بالاشان برداریم تا رفت پایان میکنیم. در ابتدا درست است که ما ساده کرده فهمانیم، آنها وارد کنیم، شوق آنها را نسبت زبان، نسبت معنویت بیدار کنیم. اما ما نباید خلق را ساده پسند کنیم، چون که وقتی که ما ساده میگوییم آنها با ساده شنیدن، با ساده تفکر کردن عادت میکنند. آهسته آهسته باید ما تفکر آنها را بالا بریم، چون که اگر ما ساده گفتیم و هر مطلبی ما برای آنها فهما باشد، آنها دیگر در پی جستجو نمیشن، در پی آموختن کلمه های نو نمیشن. اکثریت فکر میکنند که زبان تاجیکی آنچه که ما گفتگو میکنیم همین است، اما زبان تاجیکی خیلی شیواتر، گواراتر، زیباتر از این است، خیلی فراختر از این است. بعضا بسیار در دانشگاه ها، در کوچه و خیابان ها از ما سوال میکنند که ما بعضا روزنامه های میخوانیم نمیفهمیم، کتاب های میخوانیم نمیفهمیم. حتما از آنها گشته میپرسم که من اگر از عصر 11 همون اولین لغتنامه که تا زمان ما رسیده است تا ابتدای عصر 20 یاد از 200 عدد لغتنامه ها، کتاب های فرهنگ تالیف شدن، وقتی که تو یک مطلب رو نفهمیدی از کدام این فرهنگ ها استفاده بردی، متاسفانه هیچ کس جواب نمیدن. اکثریت میگن که ما خبر نداریم. وقتی که اینقدر کتاب هست، اینقدر امکانیت هست، اینقدر زبان ما زیباگی و تراوت دارد، از آن استفاده نمیبریم و چگونه ما میتوانیم گوییم که این زبان دایرهش محدود است؟ برعکس دایره خود اکثر مردم ما محدود است که از اصالت این زبان بیخبر هستند. برای چه؟ چون که در دوره شوروی خطخوان‌ها زیاد شدند، اما متاسفانه باسوادها خیلی کم بودند، چون که ایدئولوژی نادرست شوروی هر کسی که برای معنویت واقعی ملت تلاش میکرد، واقعا میخواست که ملتش باسواد باشد، دانا باشد، آگاه باشد، برای او امکانیت نمیدادند. ببینید آنها وقتی که اومدن در ابتدا گفتند که همه زبانها برابر حقوق هستند، اما آهسته آهسته، ساعت به ساعت، روز به روز دایره زبان تاجیکی را چنان محدود کردند که در یک محدوده کوچه و بازار باقی ماند. دیگر نه در دانشگاه ها، نه در مرکزهای علمی، نه در تالیف رساله های علمی این زبان را جای نمیدادند. برای این زبان امکانیت نبود و حتی این زبان تا به درجه دایرهش محدود شد که خطری از بین رفتنش به وجود آمد. این سالهای کی بود؟ این اصلا مبارزه ها بر ضد زبان از سالهای 20 شروع شد. برابر یکمین قدم هایی که اینها بر ضد زبان تاجیک شروع کردن همون دگر کردن خط ما بود، چون که از سال 700 میلادی وقتی که زبان دولتی، زبان عربی اعلان شد، خط فارسی قبول شد. از همان دوره تا 15 اپریل سال 1928 خط ما خط فارسی بود، خط فارسی تاجیکی که تمام دیوانداره ما، تمام دربار و تمام اثرهای ما، اثرهای علمی و بدیعی و تاریخی پوره با این خط نوشته میشدن. اولین ضربه که به زبان ما زدن و اولین مبارزه که بر ضد زبان تاجیک شروع شد از همین دگر کردن خط بود. بعداً این آهسته آهسته به یک مبارزه روی راست گذشت. حتی پروفسور
دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور طالب وهاب یک مقاله دارند، میگن که به زبان مسلمانی نوشتن. یک نفر به زبان تاجیکی عریضه می‌نویسد، کدام اداره دولتی مراجعت میکند، میگن که ما با عریضه‌ای که به زبان مسلمانی نوشته شده است جواب نمیدهیم. یعنی منظورشون از زبان مسلمانی همون زبان تاجیکی بود. ببینید این چگونه محدود میکنند که زبان تاجیکی در زادگاه خودش، در وطن خودش، در زادبوم خودش این خیلی محدودیت ها داشت. همیشه افضلیت برای زبان روسی داده میشد. وقتی که متخصص قبول میکردند در کدام ساحه که باشد دانش زبان تاجیکی هیچ وقت پرسیده نمیشد، اهمیت هم نمیدادند. اولین درجه زبان روسی بود. وقتی که ما 70 سال در این روحیه تربیت یافتیم، در این روحیه استخوان ما شق شد، به اصطلاح یک نسل به وجود آمد که دیگر زبان، هویت، خودشناسی، حافظه تاریخی برای اونها اهمیت نداشت. امروز این پدیده که ما می‌نگریم که مردم گویا که با زبان روسی صحبت کردن را یک نشانه باسوادی، زیایی، مدنیت می‌دانند، این ثمره همان 70 سال معنویت ستیزی و معنویت زدایی هست. چون که آنها واقعا موفق شدند ما را در یک روحیه تربیت کردند که بعضا در منبرهای بلند صدا بلند کردیم، گفتیم که تا آمدن روس‌ها ما نه مکتب داشتیم، نه کتاب داشتیم، نه فرهنگ داشتیم، گویا که هیچی نداشتیم. اگر ما این همه را نمی داشتیم، اون بزرگانی که مثل مولانا و مثل سعدی و حافظ و خیام و رودکی که امروز در جهان ما را با آنها میشناسند، آنها از کجا پرورده شدند؟ آنها پرورده همان مدرسه ها بودند، همان مکتب ها بودند. شاعر زنده یاد پریمقل ستاری درست تاکید میکند که بعد از این شیطان سرخ پشت منبر جار زد، بی زبان و بی خط و فرهنگ و بی دین بوده ایم. این درباره همون سالهایی که ملت ستیزه بود، زبان ستیزه بود. در دوام شعرش میگوید که انقلاب سرخ سرخی های رو افزون نکرد، سرخ رو بوده مگر از اشک خونین بوده ایم. برای چه؟ چون که همراه دیوان حافظ در علوها سوختیم، ما که از دنیا بنا خود آتش‌آیین بوده ایم. این پدیده که ما این روز میبینیم نتیجه ان همین مناسبت نادرست، نتیجه همین سیاست زبانی نادرست است. این مبارزه تا سالهای 80 ادامه یافت. هم کارمندان همون زمامداران دور و هم به توجه خود ما هم بود اگر واقعا اقرار شویم. چون که اگر ما خود ما به زبان مادری ما توجه ظاهر میکردیم، زبان ما تا این حد نمی رسید. اما خوشبختانه در برابر اینها یک گروه سرسپردگان ملت، زیایان و فرزندان فرزانه ملت بعد سالهای 80 عصر گذشته و مسئله خودشناسی رو آوردند و محض مبارزه و تلاش های آنها بود که در سال 1989 قانون جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان درباره زبان تاجیکی به تصویب رسید که این در منطقه نخستین بود. بسیار پدیده نادر بود در زمان شوروی که اینقدر ایدئولوژی شوروی برای همه سمت‌ها چارچوبه تنگ را جاری کرده بود. قبول شدن قانون بسیار یک پدیده نادر بود که امروز ما می توانیم در این باره آزادانه صحبت کنیم، چون که ما صاحب استقلال هستیم، همه امکانات ها فراهم هستند. اما در آن دوره درباره خودشناسی و خودآگاهی ملی، درباره تاریخ ملت، درباره افتخار ملی گپ زدن با جان خود بازی کردن بود. همه خوب میدانند وقتی بازار صابر شعر مشهور خودش را زبان وطن را نوشت که اون شعر مشهور است، همه میدانند هرچی او از مال دنیا داشت داد، خطه بلخ و بخارا داشت داد، سنت والای دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. شعر طولانی است. او را مجبور کردند که بیانات نویسد، یعنی گویا که بر عزت نفس دیگر ملت ها رسید. اصلا این فقط رو آوردن به حافظه تاریخی بود. امروز این به توجهی نسبت زبان نتیجه ان همان 70 سال شوروی هست. البته در اینجا جهانگرایی هم هست. جهانی شوی میگن که تاثیر خودش را دارد،
اما این اندیشه های ما بر ضد زبان آموزی و زباندانی نیستند. دانستن زبان برای همه حتمی هست در زمان امروز، اما باید در زمینه زبان مادری باشد. چون که میگن هر کس اگر یک زبان داشته باشد، در یک زبان داند، در یک دنیا زندگی میکند. اگر چند زبانی که داند، در همین قدر دنیا زندگی میکند. یعنی درهای زیاد برای او باز هستند. اما صادق کرده فهمونی ما نمیگیم که روسی گپ نزنید، اما اول تاجیکی را آموزید، بر هر زبانی که است، روسی است و انگلیسی است. استادان متخصصان ساحه بارها و بارها میگن که اگر زبان مادری را ندانید، زبان دیگر را آموختن خیلی دشوار هست. همچنین تجربه کاری مشاهده ها نشان دادند که هر کسی که دو زبان را خوب میداند هیچ وقت در وقت صحبت آنها را آمیخته نمیکند. اما کسانی که هر دو زبان را در سطح پایان میدانند، در وقت صحبت کردن حتما آنها را آمیخته میکنند. وقتی که از تاجیکی در میماند به روسی میگریزد، از روسی در میماند باز به تاجیکی همین خیل. مثل همان شترمرغ هستند. میگن اگر شترمرغ گویند که بار میگه که من مرغ هستم، اگر گویند که پرواز کن میگه من شتر هستم. این گروهی که آمیخته میکنند زبان ها را در وقت صحبت عیناً همین طور هست. تشکر زیاد استاد، از بسیار چیز با خبر شدیم. خیر خودی وزیر درباره زبان با دنبرک تاجیکی بختیار دولتوف، سرود باشد در بابت زبان. تشکر زیاد. در این صحبت خیلی جالب منم به یک الهامم آمد و یک غزل در وصف زبان است که با نام حجت بنیاد با قلم کمال نصرالله است، برای بیننده پیشکش میکنم. ملت تاجیک را اصلا زبانش زنده داشت، چون که او همین زبان را همچو جانش زنده داشت. مهنش بود این زبان و جوشنش بود این زبان، این زبان چون توان در روان زنده داشت. این زبان که چو شیر مادران پاکیز است، پاک رو و پاک جسم و پاک جانش زنده داشت. روده که برو شکوهی به زوالی داده است، بو علی چون آفتاب آسمان زنده داشت. خواجه حافظ این زبان را خود زبان عشق کرد، این زبان را گرمی عشق نهان زنده داشت. حجت پیروزی ما، حجت پیروزی ما، حجت بنیاد ماست. این زبان که جهان را در جهان زنده داشت.
هرچی از دست داد و هرچی بر بودند از او در زبانش در زبانش زنده داشت. هرچی از دست داد و هرچی بر بودند از او در زبانش زنده داشت. ما در زمینی لطفی خدایم، در بام دنیا سر بر سمایم، هم آشیانی سیمرغ مایم، هم آشیانی سیمرغ مایم، تاج سعادت بر سر بمانیم، تاج سعادت بر سر بمانیم. ما تاجیکانیم، ما تاجیکانیم، ما زادگانیم، آزادگانیم، ما تاجیکانیم، ما تاجیکانیم، ما زادگانیم، آزادگانیم، آزادگانیم، ما زادگانی آزادگانیم، هم آشیانی سیمرغ مایم، تاج سعادت بر سر بمانیم. خیلی که بختیار جان این سرود خواندن همون مصرع اولش که میگفت که ملت تاجیک را اصلا زبانش زنده داشت. اگر به تاریخ نگاه کنیم واقعا بودن ملت هایی که مثلا در نتیجه از بین رفتن زبانشان و چی دیگر خودشان هم از بین رفتن، لیکن خوشبختانه زبان تاجیکی در هزار ساله های دور تا به امروز نام تاجیک را، ملت تاجیک را نگاه داشته آورد و امروز وظیفه ما فرزندان این ملت این زبان این هست که دیگر سهم خود را در حفظ این زبان گذاریم. در سوال اولی که شما گفتید بیرون میرویم، مثلا این در اصل میتوان گفت تقریبا یک مصیبت است، این را میبینیم. استادم اشاره کردن خب هیچ کس ضدی زبان آموزی نیست، آموزیم زبانهای روسی را، زبانهای انگلیسی را، دیگر زبانها را، اما نباید در برابر این زبان مادری خودمون را فراموش کنیم، چون این زبانی نیست که ما مثلا این را به گوشه فراموشی سپاریم. این زبانی هست که مثلا فرزندانی چون فردوسی و رودکی و حافظ و بیدل و مولانا و امثال اینها را به جهانیان داد که امروز دیگر ملت ها با افتخار آثار اینها را میخوانند، لیکن ما متاسفانه میبینیم که فرزندان این ملت همین آثار بزرگان خود را که با زبان خودی ما گفته شده است نمیفهمند. حتی میشناسم دیدم آدمانی را که رباعیات خیام را مثلا تاجیکی میخواد، تاجیک از صحبت میکنه تاجیکانه، اما رباعیات خیام را با زبان تاجیکی اگر خوانند نمیفهمد، ترجمه روسیش را یا میخواند یا گوش میکند. ما پس زدنی نیستیم چه خیلی که در اول گفتید، اما خدا رو شکر که امروز میبینیم در سطح مثلا علم میکند گوید بله، اما علم آور است، خدا رو شکر امروز میبینیم در سطح حتی حکومت هم مثلا کوشش های زیاد شده ایستاده است برای حفظ زبان، برای اینکه خب فرزندان این ملت این زبان را خوبتر دانند و هدف اساسی کانال ما هم که ما اون رو پایه‌گذاری کردیم همین است که رکلام نمیکنم، رکلامش نکنم و هدف اساسی ما هم این است که تا آهسته آهسته به همین فرزندان این ملت که امروز اکثرا در مهاجرت هستند، در دیگر دولت ها زندگی دارند که چی در همین داخل کشور، این زبان رو برای آنها با همین بزرگانمون با آثارشان آشنا کنیم تا
ҳамон чихеле ки агар як мо як камакак шакар ё ки асалро чашем баъд лаззати ҳамонро бурда оҳиста оҳиста мехоҳем ба ҳамон ворид гардем. Масалан мо аз маснавӣ шурӯъ кардем ки аз ширинии ин маснавӣ каме чашанду худашон оҳиста оҳиста вориди ин шакаристон шаванд, вориди ин дӯкони маснавӣ шаванд ки бисёр як баҳри бекарон аст. ба ин хотир мо хоҳиш дорем аз ҳаммеҳанони худ, аз ҳаммиллатони худ ки фарзандони худро дигар забонҳоро омӯзонед, аммо дар баробари ин ки харҷе барои дигар забонҳо мекунем, нисбати забони модарии худамон бетараф набошем. акун истед чӣ кор кунам? бояд дар хона падару модар тоҷикӣ ҳарф занад, беҳтарин дарс барои кӯдакони онҳо аст. бале ин сари ҷои худаш аст, чун вақте ки мо медонем ки ҳатто дар равоншиносии кӯдак ҳам мегӯяд ки асосан кӯдакон рафторро гуфтии моро нигоҳ намекунанд, рафтори моро нигоҳ мекунанд. вақте ки масалан мебинад падараш ё ки модараш ки асос барои вай як чеҳраи асосӣ ҳисоб мешавад ва ҳама чиро аз ӯ тақлид мекунад, мебинад ки чӣ тавр муносибат мекунад, чӣ тавр суҳбат мекунад, ин кӯдак ҳам гумон мекунад ки ҳамин чиз хуб аст, оҳиста оҳиста ба ҳамун тақлид мекунад. агар масалан ба қавли худтон мо дар хона як тоҷикии зебо суҳбат кунем, фарзандони мо қатъан масалан оҳиста оҳиста ҳамин чиро ба худ мегиранд, як бо забони шевои тоҷикӣ суҳбат мекунанд. мо гуфтем ин монеи забономӯзӣ нест, хуб забонро дар ҷои худаш омӯзад, аммо боз мегӯем ки барои омӯзиши забони тоҷикӣ низ каме таваҷҷӯҳ шавад, бетаваҷҷӯҳӣ падару модарон зоҳир накунем. акун шояд савол шавад, бисёриҳо ба мо нома менависанд ки мо дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунем, аммо фарзандонамон тоҷикӣ мактаби русӣ меравад, бохчаи русӣ меравад. мо дар Тоҷикистон леки ҳаст ки кӯшиш мекунем фарзандонамонро мактаби русӣ диҳем, бохчаи русӣ диҳем. барои чӣ мега? барои маданияташон баланд шавад. бармегардем ба ҳамон суол. рафту ин гуна суол шуд. фарқ надорад онҳое ки бурун аз кишвар ҳастанд, берун аз кишвар ҳастанд, дар шаҳри бегона ҳастанд, дигар забон аст. пас мегӯянд ки чӣ кор кунем? ба ҳардуи шумо чӣ кор кунам? мегӯям ки фарзандони ман агар худи шахс хоҳад дар мушкилтарин макон, дар шароите ки бисёр маҳдуд аст, метавонад забони худашро, забони модариашро ҳифз кунад ва барои он кӯшиш талош кунад. чунки агар нахоҳед дар беҳтарин шароит наметавонед онро ҳифз кунед, ба забони модарӣ суҳбат кунед. он чи шумо мегӯед устод, ман ҳам мехоҳам, тамошобинҳо ҳам мехоҳанд, ҳамон падару модар ҳам мехоҳанд, аммо чӣ гуна? ҳардуи шумо чӣ гуна чӣ кор кунем? ягон тасвирӣ тамошо кунанд, яъне мултфилм мегӯянд або русӣ истифода мебарем, чӣ ки намефаҳмам баъд, ё ки ман намедонам филмҳо тамошо кунанд, ё китоб хонанд, ё чӣ кор кунанд? медонед мутаассифона як муддат ман ба омӯзиши он ки хонандагоне ки дар мактабҳои русӣ таҳсил карданд, оид ба рӯҳии онҳо як камтар ҷустуҷӯ кардам. маълум шуд ки вақте ки кадом мактабро ки шумо таҳсил мекунед, бо кадом забоне ки таҳсил мекунед, рӯҳии миллитон ҳамон самт ба равона мешавад. як таҷрибаи корӣ дорем. як вақт аз академияи педагогӣ буд, ба фикрам як гурӯҳ омада буданд. баъд мо ҳамроҳ дар чанд шаҳри Истиқлолу чанд мактабҳои шаҳри Хуҷанд барои назорати вазъи забони тоҷикӣ дар ақалиятҳои миллӣ рафта будем. маълум шуд ки падару модараш тоҷик ҳастанд, худаш тоҷик ҳаст. азбаски дар мактаби русӣ хондааст, рӯҳии миллиш тағйир ёфтааст. чунки вақте ки таҳсил мекунед бо кадом забоне, рӯҳиятон тағйир меёбад. ҳамин либоспӯшӣ дар дохили рӯҳия медарояд, албатта ин рафтор медарояд, муомила медарояд. албатта ҳамин дар гуфторатон, дар зиндагӣ, дар рафтор таъсири худашро меёбад. ҳамин бас аст. ҳамин гумон мекунам ки нуқта бас аст, агар шуур аст варна чӯ чароғ пеши кӯр аст. агар инсоне ки як бо фаҳм бошад, дар ҳамин ваи мо аллакай фаҳмед, аммо нафаҳмад пеши одами нобино ҳазор рӯшноӣ кунем намехоҳад. хобидаро мешавад бедор, хобидаро мешавад бедор кард, аммо на оне ки худашро ба хоб зад. шумо чӣ мегӯед? хомӯш шудед? дӯстон, шумо ҳозир ишора кардед ки ба хотири ин масалан мегузоранд ки фарҳанги онҳо баландтар асту барои бо фарҳангтар шуданашон. хуб, мо ҳамеша агар нигоҳ кунем, ҳамин хислатро дорем ки ҳеҷ вақт забони худамонро, миллати худамонро қадр накардем.
برای ما همیشه بیگانگان مثلا نمونه بودن. حالا اون که ملت ما سزاوار این چی نیست، چون زمانی که ما فرهنگ داشتیم، زمانی که ما مدنیت و تمدن ملتی ما داشت، اون کسایی که ما امروز میخوایم از اونها پیروی کنیم اونها چیزی نداشتند. تاریخ ما رو نگاه کنید، تاریخ اونها رو نگاه کنید. زمانی که مثلا باز تکرارم شود، رودکی و فردوسی و مولانا و یا که خیام و ابوریحان و بیرونی، این فرزندان فرزانه ملت ما حرف اول را میزدن، اینها اصلا تحقیر نشود، هیچ چیز برای گفتن نداشتند. اما متاسفانه همانها آمدند این چخیلی که حضرت اقبال میگد که دانه اون صحرا نشینان کاشتن، حاصلش افرنگیان برداشتن، تخم را بزرگای ما کاشتند و اینها آمده حاصل آن را گرفته امروز متاسفانه فخر میکنند و ما از پس آن کسانی که از بزرگانی ما آموختن میخوایم رویم از آنها آموزیم، حالا که منبع اصلی بزرگان خود ما بودند. به این خاطر ما میبینیم که همیشه ما به چی خاطر از زبان تاجیک کار میکنیم، میگیم که مثلا زبان ما برای این چی مناسب نیست. چرا مناسب نیست؟ زیباترین، ما میتونیم اگر خود تعریف کنیم شاید زیباترین و شیواترین زبان این زبان تاجیکی ما است. حتی گفتن زبان اهل بهشت است، اگر این مبالغه هم نشود ما را قبول داریم. شما چی میگید استاد؟ درست است. به خاطر دلیل این گفته ها من از کتاب داغستان من رسول غمزاتوف نویسنده مشهور یک نکته رو ذکر میکنم، یک حکایه رو. رسول غمزاتوف میگه که با بار به سبب ضرورت در پاریس با یک رسام داغستانی هم صحبت شدم. وقتی که میگفت برگشتم به داغستان، عجیب این که پدر و مادرش در قید حیات بودند، خویشاوندانش رو پیدا کردم. وقتی که گفتم که من فرزندتان رو پیدا کردم، با او صحبت کردم، بسیار خوشحال شدند. در میان صحبت یکی که مادرش گفت رسول استا با کدام زبان صحبت کرده؟ رسول گفت من با روسی صحبت کردم، او با فرانسوی، خلاصه به واسطه ترجمان صحبت کردیم. مادرش میگه چنانه که خبر مرگ فرزند را میشنود رویش را پوشید و گفت که تو اشتباه میکنی، پسر من مرده است. اگر او پسری من میشد و اون زبان مادری اوریه که من برای آموخته بودم باید فراموش نمیکرد. وقتی که فراموش کرد پس اون مرده است برای من. یعنی باید ما با زبان این گونه محبت داشته باشیم، برای زبان ما این گونه احترام قائل شویم. واقعا درست گفتند که در طول تاریخ این زبانش ملت تاجیک را نگه داشت. اولین پدیده های استقلال خواهی و استقلال جویی از زبان شروع شد. وقتی که در زمان خلافت بود، اولین پدیده ها در دوره صفاریان و طاهریان از زبان شروع شد. آنها گفتند ما زبانی را که نمیفهمیم با این تکلم نمیکنیم. آن خودآگاهی ملی و آن زمینه های استقلال خواهی و استقلال جویی که صفاریان و طاهریان اساس گذاشتند بعد در دوره سامانیان به اوج علای خود رسید. یا میگیریم سالهای 89 دوره آخر سالهای شوروی، اولین پدیده های استقلال خواهی و استقلال جویی از زبان شروع شد. بعضا ناتوان بینا میگن که این استقلالیت تاجیکستان مثل یک تراشی از بام افتاده هست. این نادرست است کاملا. این ملت با وجود آن که همیشه در اسارت بود، هیچ وقت دست از تلاش از آزاد خواهی و آزاد جویی نگرفته است. دلیل این گفته ها همان آزاد خواهی و آزاد جویی و مقام دولتی داشتن زبانش است که برای این خیلی تلاش کردن. حضرت محمد اقبال لاهوری خیلی که ما میدونیم اصلا زبانشون مادری، گویم زبانی مادریشون فارسی نبود، لیکن هند اردو عموما تاجیک نه، ولی خوب زبانی فارسی را آموختند. برای همین میگن که وقتی که مثلا شعر ایجاد میکنن اساس ایجادیات اقبال با زبانی تاجیکی است، فارسی است. میگن که گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. یا جای دیگر میگن که این مگر خواب است یا افسونگری، در لب مریخیان حرفی دری. حتی میگن من نمیدونم این یک خواب باشد افسانه باشد که من گمان میکنم که مردمی سیاره مریخ هم با زبانی دری صحبت میکنن. اینها مثلا یک بزرگی که زبانشون اصلا مادری، زبان مادریشون تاجیکی نبود، لیکن اینقدر به زبان ما اجر میگذاشتن که تمام آثارشون رو تقریبا به زبان تاجیکی ایجاد کردن. بعد درباره خدمت‌های بزرگان هم باید گفته گذاریم که مثلا در وقتی که عرب ها هجوم کردن،
خافی از بین رفتن زبان بسیار زیاد بود، چون همون همون مصر رو اینجا همش زبان وقتی که ما مصر رو دادن. نگاه میکنیم زبان اینها زبانی خود مخصوصشون بود، اما از سببی که مثلا کسی نبود زبانی آنها رو حفظ کند امروز زبانشون از بین رفت. حتی یک خیلی که حضور اشاره کرده درباره مصر، یک دانشمندی مصری هم میگوید که برای چی زبانی ما از بین رفت؟ چون که میگوید ما فردوسی نداشتیم. اگر ما هم فردوسی می داشتیم امروز زبان ما از بین نمی رفت. فردوسی با ایجادی اثری خود شاهنامه واقعا بسیار یک خدمتی بزرگ برای نگاه داشتن زبان ما کرد. خودش هم که میگوید بس رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. من میگوید این ملت عجم رو همین فارس رو به واسطه همین شاهنامه زبانش رو زنده کردم، این ملت رو نگاه داشتم. باید ما امروز وارثان این بزرگان مثل همین ها در نگاه داشتن زبانمون کوشش کنیم. در تاریخ ما مثلا کوتاه مختصر گفته میتونیم که کیها خدمت کردن برای زبان. مثلا صدرالدین عینی خدمت کرده بودن. بله واقعا انا یکی باز کیا همین گونه کیا هستند که تو که دانن. بعضا بسیار سوال میشد که آیا یک نفر میتواند که بی‌واسطه به زبان تاثیر خودش را رساند؟ چون که زبان حادثه اجتماعی است، یک پدیده جمعیتی هست. درست است که یک نفر میتواند که به زبان تأثیر خوب رساند. دلیل چی؟ دلیل همون است که در برابر آن که رودکی را اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک میگویند، اساسگذار زبان تاجیکی ادبی میگویند. برای چی؟ چون که اینها در همون قالب‌ها در اساس معیارهای زبان و دارایی‌های آن خیلی دارایی زیاد می‌افزایند. وقتی که در زمان ایجاد شاهنامه را اگر نگاه کنیم، نو ما از زیر خلافت آزاد شده بودیم. زبان عربی در همه جا طنین انداز بود، زبان علم بود، زبان اهل ضیا بود. اما فردوسی به خاطر آنکه ثابت نماید که این زبان تاجیکی واقعا زبان ماندگار است، زبان پر اقتدار است، نیرومند است، از روی یک حساب عالم شویتزاریگی پول انبرم این معلومات در کتاب لکسیکولوژی زبان فارسی معاصر پیسیکوف آمده است، میگه در همه شاهنامه همگی 983 کلمه عربی استفاده برده است که در مجموع این میشد نالو که من 0 از 100 2%، یک مقدار خیلی کم. یعنی فردوسی در شاهنامه نه اینکه مسئله گذاری انتخاب قهرمان، انتخاب مکان حرکت کرد که ملی باشد، حرکت کرد کوشش با آن خرج کرد که باید زبان هم کاملا ملی باشد، کاملا تاجیکی باشد. پس چگونه ما نمیتوانیم بگوییم که اینها نمیتوانند در تشکل زبان، در رشد و توسعه آن سهم گذار باشند؟ وقتی که ما ایجاد تمام شاعران ادبیات تاجیکی را نگاه میکنیم، هیچ نباشد اقلا یک کلمه زیبا، یک مصرع زیبا هست. حتما یک کلمه هر کس دارد که اون خودش ساخته است، در یگان لغتنامه نیست، در یگان فرهنگنامه نیست. ببینید که در آثار ابوالمعانی بیدل چند هزار کلمه خودساخت دارد که در یگان فرهنگنامه نیست، خاص ایجادیات بیدل هست. چگونه این نفر رو ما نمیتوانیم بگوییم که اینها نمیتوانند سهم گذارند؟ هر کدامشان از روی توانشان، از روی آن که طبیعت و ماهیت زبان را تا کدام اندازه درک میکردند، بعد دارایی های آن دارایی افزودند. احترام به زبان نه تنها از نگاه امروز، از نگاه دین و شریعت هم خیلی ارج گذاشته شده است. در پیشگفتار کتاب خراسان است اینجای اکادمیک محمد جان شکوری، شاعر زنده یاد لایق شیرعلی میگوید که روایت میکنند وقتی پیغمبر گفتند اگر شما بخیلی کنید خداوند قومی به جای شما پدید میآورد که مثل شما نیستند. وقتی صحابگان از رسول اکرم پرسیدند که مراد از این قوم کی هستند، دست به شانه سلمان فارسی زدند و گفتند که مراد از آن قوم همین اجداد سلمان فارسی هستند، یعنی گذشتگان ما و شما هستند که میگن اگر علم در ثریا باشد هم به آن دست مییابند. این در پیشگفتار همون کتاب است. وقتی یک نفر از همزمانانش از محمد اقبال لاهوری خواهش کرد که چرا با اردو شعر نمیگویی که برای ما روح افزا از شعر تو، در پاسخ با زبان انگلیسی گفت که زبان روحی من فارسی است. این الهام به من به فارسی دست می‌دهد. برای چی؟ چون که
در زیر تاثیر آثار مولانا و بزرگان ما زبان روحی و تأخیر یافت. چون که ما میدانیم که زبان فارسی تاجیکی زیاد از 500 سال در هند زبان رسمی بود، زبان عشق و محبت و زبان صمیمیت و صداقت بود. و همین خاطر گفت که هندی هم از فارسی بیگانه هم، ماهی نو باشد ته پیمانه هم، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. عذوبت گفتم اون شیرینه را میگویم. عجیب. و در آخر چی گفتنی دارید؟ باز راستی قانع نیستم، اما باز بسیار چیز بخوایم بگیریم. از سبب که برنامه طولانی نشود میگیم تا که خوش تماشابین شود، باید کوتاه شود. وقتی که ما هرگاه که زبان میگویم در روبروی ما فرهنگ و ملت و تمدن اینا همه توأم هستند، چون که در کتاب ماندگار پیشوای ملت هم که زبان ملت هستی ملت نام دارد گفته شده است که تنها زبان است که تاریخ راستین و واقعی ملت را در حافظه خود نگه می‌دارد. اگر زبان مقام نمی‌داشت، اجر نمی‌داشت، هیچ وقت زبان و ملت هر دو با یک کلمه ifade نمی‌شدند. مثلا زبان تاجیکی، ملت تاجیک، چون که در طول تاریخ یادآور شدید که وقتی که عرب‌ها با نیت گسترش دین مبین اسلام از سرزمین خود بیرون شدند، در مصر زبان قبطی بود، در سوریه زبان سوریانی بود، در شمال افریقا زبان‌های دیگر بودند، در سیسیلیا لهجه و زبان‌های محلی بودند که در زیر تأثیر زبان عربی و فرهنگ اسلامی از بین رفتند. اما زبان ماندگار، زبان نیرومند، زبان ناب تاجیکی بر این همه استادگری کرد. ابوبکر نرشخی در تاریخ بخارا می نویسد که وقتی بخارا را فتح کرد و آتشکده موغ بخارا را با مسجد جامع مبدل کرد و مردم را تشویق میکرد که با عربی زبان نمازشان را گذارند. حتی میگفت 2 درهم میدیم هر کسی که روز نماز آدینه به مسجد حاضر میشد. باز مردم تلاش میکردند که با فارسی نمازشان را خوانند. ببینید حتی کلمه نماز که نماز رکن دین هست کلمه تاجیکی هست، چون که مرادف عربی آن صلات هست. پس زبان تاجیکی در طول تاریخ همیشه یک شناسنامه او بود، یک حجت هستی او بود. نگذاشت که این ملت در پیش بیگانگان مطیع شود، سرخم کنند. همین چرا از ما گرفتند، هر شو از مال دنیا داشت داد. در سرایش تاجیک از بختی نگون، گرچه با گبر و مسلمان همسرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان ما جدا بود. ما دین را قبول کردیم اما زبان ما را نگه داشتیم. چون که قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرگذشت ملتی پیچیده فریاد من است. آن که عمر مرده زندگی کرد و نمرد، سوختن افروختن آیین اجداد من است. محض همین زبان بود که چون مرغ سمندر در طول تاریخ ما را نگه داشت و ما را به جهانیان معرفی نمود و فرزندان و فرزانه را در دامن خود پرورش کرد که ما امروز با آنها افتخار میکنیم. پس ما وظیفه‌دار هستیم که این رکن هستی را حفاظت کنیم، نگذاریم که این را آلوده کنند. در بابتی که گفتید زمانی که اعلان کردن هر کسی که نماز یادی نبیاید 2 درهم، حتی خواستن به فارسی، در همون زمان فتوا شده بود که فتوا داده بودن که تنها با زبان پارسی، اما پره نمیدونم در این بابت چی گفتنی دارید، ترجمه قرآن بشود یا که نیت هامان تاجیکی شود، چی و ای شده بود. تنها با فارسی در تمامی وی دین آمده است، فقط به ما اجازه دادن، دیگر به کسی. در چرم هست نیت کردن و دعاها رو با زبان فارسی تاجیکی اجازه دادن. حتی امروز هنوز هم اویغورهای خیتای زبانشان مثلا زبانی مخصوص خودشون است، اما نیت نماز را تاجیکی میکنن، با زبانی تاجیکی نیت میکنن. خودشون شاید ندانن که این زبان زبانی تاجیکی است، لیکن نیتشان هنوز با زبانی تاجیکی ما هست. چون که در عالم اسلام، در قلمرو بزرگ اسلام، زبان فارسی دومین زبان بزرگ بود. برای چی؟ چون که اکثر ملت ها اسلام رو از ما قبول کردن و اون اصطلاحات دینی هم اکثر به زبان تاجیکی بودن. به همین خاطر آنها در نمازشان هم حتی با تاجیکی نیت میکنن. ما میبینیم امین بزرگانی که برای دین اسلام هم خدمت کردن، از جمله ائمه حضرت امام اعظم، امام بخاری، اینا همشون مثلا هم پایه‌های ترمذی ملتی ما بودن. اینا مثلا خواهید نخواهید تاثیر گذاشتن، یکی از پایه‌های دین ها هستند. ما بجز دین
дунявӣ ҳам дорем, пояҳои диниву дунявӣ. Чун ёд дорам як зан ба ман мегуфт ки ман орзу дорам ки тоҷик ба дунё меомадам, фахр. Барои ман ҳайрон буд ки мо тоҷико кӯшиш дорем худмонро дар Федератсияи Россия ба доғистониву дигару дигар қавмҳо омехта кунем, аммо ӯ мехоҳад ки ман тоҷик ба дунё биём. Вақте пурсидам ки чаро, ӯ ҳам бисёр илмӣ буд ва гуфт бисёр фахр мекардам ки гӯям ки лаберо, яъне ки пояҳои диниву дунявӣ агар дар динӣ гирем чӣ қадар бузургҳо дорем ки яке аз сутунҳои мустаҳками дин ҳастанд ва дар илм ҳам мадади сино, медитсинаву буз химияву умуман илмҳои дунявӣ, алҷабр ки ин ҳамаш агар мо масалан хуб ба ҳамин таърихи гузаштагонамон огоҳ бошем, он вақт аст ки ҳамон саволи аввалии шумо ки кушодед ки барои чӣ масалан бо забони тоҷикӣ суҳбат намекунем ки ор мекунем аз миллату аз забон, ин чиз худаш аз байн меравад. Чун мо вақте ки бузургои худамонро намешиносем, намедонем ки мо масалан кӣ будем, баъд он вақт масалан мо аз миллату аз забони худ ор мекунем. мушкили асосӣ ин аст. тамошобинони азиза, хоҳиш мекунем, чунки ин як кори мо нест, ё ман нагӯем ин як кори мо нест, ё кори шумо нест, ё кори ҳамаи мо аст. тамоми мардум метавонад барои забон хизмат кунад. Чӣ сартарош, чӣ ронанда, чӣ ҳамун хизматрасон, чӣ устод, ҳама. ҳоло бовар мекунед ҷойҳое ҳаст ки ҷойҳое ки ҳаст ки толорҳое ҳаст ки медарои онҷо бояд русия гап занем. медонед барои чӣ? барои онҷо одамҳои хонумҳои ғайриоддӣ ҳастанд. ё баъдан ҷойҳо меравед. биёед як кор мекунем. пеш аз ҳама бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. аз тамошобинон бовар дорем ки шояд дар дохилашон ҳастанд ки шояд ранҷира бошанд. аз ин сабаб мақсади мо ранҷондани онҳо набуд. худо шоҳид аст. фақат хостем худогоҳӣ, хостем ки ҳамин забонро, муқаддастарин чизе ки ба мо мондан, бобо ва бобокалонҳо, ҳамонро идома диҳем, на ин ки аз даст диҳем. агар як чанд соат сола ҳамин замонро як мутахассис гуфт ки агар Тоҷикистон ҳамин тавр биравад, шояд пас аз як 80 солаи дигар фарзандони шумо ки калон мешаванд, душвор мешавад. ҳоло вақт аст мо нигоҳ накунем ки чӣ кор мекунад. ҳар яки мо блогер хизматша кунад. кӯшиш дорам, масраф мекунам, хизматам мекунам. устод дар ҷодаи худашон, як каси дигар. ҳамаи мо, ман агар мо нашавам, танҳоям. ту агар мо нашавӣ, танҳоӣ. чӣ касе мехоҳад ману ту мо нашавем? хонааш вайрон бод. ҳамин тавр воқеан барои мо ҳам агар ягон иштибоҳе карда бошем, ба иззати нафси касе расида бошем, дар ҳамин манзарат мехоҳем. маъзарат мехоҳем. мо таъна кардани набудем. не ҳо мешавад. ҳозир мақсад ягон порчаи шеърӣ бошад, мақсад ӯ ду мисра шеър даҳҳо вай мезанад ку бале дуруст гуфта барои нана. баробари тамоми арзишҳои дигар забон низ барои ҳамин мо муқаддас аст, чунки ин забон буд ки мо ҳамдигарро мефаҳмем, барои ҳамдигар изҳори ишқу алоқа мекунем. маҳз ҳамин муҳаббат буд ки сабаби эҷоди як шеъре дар бораи забони тоҷикӣ гардид ки барои шумо ҳозир мехонам. худатон навиштаи бале, эҷодот худатон. бале, номи шеър ҳадияи парвардигор аст. эй забони тоҷикӣ, эй ҳадияи парвардигор, эй забони аҳли ҷаннат, эй чароғи шоми тор. дар раҳи пуршеби таърих борҳо пешпо хурдӣ вале нафтидаӣ. эй забони тоҷикӣ, эй тибби синоҳои ҳаким, шираи ту илтиёми синаҳои реш буд. мумиёи қомати бишкастагон ҳам забони давлатии ғосиби бадкеш буд. эй забони тоҷикӣ, нохалафҳое ки то дирӯзҳо аспу мешу хайма буд оинашон. мактаби эшон чароғоҳ, дарсашон поидани гову бузу бузғола буд. масҷиду меҳробу минбарҳояшон домани саҳрову кӯҳу ёла буд. сӯхтаин дарандахӯён бас китоб, бо ҳузури наҳсу шумеву касиф, карда бас шаҳреву деҳеро хароб. чунки зинҳо то ба ирфону хирад роҳи дури дур буд, аз ҳақиқат то дурӯғ, аз сиёҳӣ то фурӯғ, соҳибони зоодбумат гаштанд.
ای زبان تاجیکی ای چهچهی کبک دری. در بخارا خار و زارت کردند، در دبستان پشت درها مانده ای. در محافل در مقام شیر ناب، دیگر از فر و شکوهت مانده ای. بیگناه از زاد بومت رانده ای. ای زبان تاجیکی عصر بیستم بود مگر عصر هلاکت، اینقدر فرزانگانت کشته شد. از بخارا تا سبیل هر قدم گوری عزیزان تو شد. ای زبان تاجیکی ای لفظ شیرین طرز جان، خواستند از ریشه نابودت کنند. با آن همین نیت به دستان خود و بیگانگان 100 تبر بر ریشه پیوند زدند. لیک ایشان بیخبر آنقدر پربیخت بسیار شد. ای زبان تاجیکی ترک تازی دیده 100 بارها، دشمنی های فزون از یارها. نیست باکت دیگر از اغیارها، تا دم دم هست و آدم زنده باش. ای زبان تاجیکی پاینده باش. پاینده باش. عجیب باور کنید در هر یک مصرعش انسان خیالی می رود. تشکر زیاد. خود در آخر یک ترانه دیگر در بابت زبان میشنویم، با همین خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز شما رو دوست می‌داریم. راستی همه چی از دوستداری میشود. آن محبتی که داریم ما میخوایم به واسطه بعضن کارها برای شما بیان کنیم. باری دیگر منظرت میخوایم، پای هم منظرت خواستیم، چون که بسیاری ها ما رو نادرست میفهمند، چون بسیاری ها زبان روسی را عادت کردند. در حقیقت آنها عیبدار نیستند، همون محیط همین گونه شد. از این سبب مبادا سخت نرسیده باشد. از نام همه کلی ما منظرت میخوایم، چون مقصد همین بود که محبتتان زیادتر شود. خداحافظ تا برنامه‌های دیگر. و در آخر یک پارچه ترانه از دوستمان دولت خواهش میکنیم در بابت زبان زمزمه کنن. با همین خداحافظی. زبان ملت تاجیک زبان خلق پرشان است. کلام شهد ریزی مادران پاک دامان است. از این نوری بسرها فیض افزا محفل و انجم، به لفظ جان نواز تاجیکی دنیا غزل خانه. حدیث قدسیان که از میان بلبلان ریزد، جهانی ملت و داروی درد و مرهمی جانه. زبان جان فدایان خودشناسان فکر و خورشیدان، سرود غلغل افکن در لب گل قند طفلان است. زبان ملت تاجیک زبان خلق پرشان است. زبان گم کرده انسان نیست در روی زمین ما، زبانی تاجیکی زبانی تاجیکی فرنامه هر فردی دورانه. زبانی اهل فرهنگ عاقلان و جمله پردلها، زبانی تاجیکی بال و پری هر مرد میدانه. زبانی مادری ما نشانی ننگ و ناموس است، نوای زندگی شیر حلال مادر جان. هر آن ملک که خلق آن زبان را پاس می‌دارد، شکوفای و دلارای و برومند و
سامان زبان ملت تاجیک زبان خلق پرشان است. زبانی تاجیکی پرچم نشان همگین جاویدان ز شیوایی و جان افروزیش هر چهره خندان است. وطن را ای جان وطن را این زبان را ارج بگذارید چون آتش زبان تاجیکی در پایه خورشید تابان است. زبان ملتی تاجیک زبان خلق پرشان است. کلام شهد ریزی مادران پاک دامان است. ای جان زبانی تاجیکی در پایه خورشید تابان است. تشکر.